سلام بچه به ویدیو جدید. البته این ویدیوی اول منه و اینکه اومدیم با ساخت آیرن گولم و این دوتا وسیله که الان دست منه لازم داریم. این بروک سفیده رو برمی‌داریم 4 تا از بالا میذاریم. اینجا فکر کنم جای خوب نباشه، میریم یه جای دیگه تستش میکنیم که یا درخت هم نباشه. همینجا خوب، اینجا فکر کنم آره که خوبه. اینجا اینطوری میکنیم 1 2 3 4. خب اینجا از این ور 4 رو گذاشتیم، از این ور میزنیم 1 2 3 و 4. خب از این ور میذاریم 1 2 3 4. بعد این هالووینه رو کدوم تنبله رو برمی‌داریم و میذاریم اینجا و آیرن گولم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ تا ویدیوهای بعدی.